1 قاشق پودر جوانه گندم رو داخل یه ظرف شیشه‌ای بریز. 10 سیسی روغن گلیسرین بهش اضافه کن. 10 سیسی روغن جوانه گندم و 20 سیسی روغن نارگیل اصل. در ظرف تو ببند، بذارش به مدت 1 هفته روی شوفاژ یا کنار بخاری با فاصله که حرارت مستقیم و زیادی نبینه و تو طول این 1 هفته هر روز 1 بار ظرف رو خوب تکون بده. بعد از 1 هفته بذار توی یخچال. کرم جوانه گندمت آماده است. کرم جوانه گندم رو اگه با روغن رازیانه اصل ترکیب بکنی و روی پوست بزنی، بعد از 15 روز جوری پوستتو جوانسازی میکنه، چروک صورتتو برطرف میکنه و شاداب و شفاف میکنه پوستتو که همه ازت سوال میکنن چی کار کردی 10 سال جوانتر شدی. برای تهیه کرم مولتی ویتامین مغذی پوست همینجا عدد 77 رو کامل بذار و دایرکت تو چک کن.